یه حال بدیم کون نه حداقل اینا این گذاشیم وسط ما حداقل پراید حیفه. بیا مینیبوس خارکسته هست با این بریم. بیا چه مینیبوسی هم هست. بیا خارکسته رو راه بنده ببینیم. انا قدیمی جون تو بشینیم یه دوتا بچه میندازیم اون تا باشون بازی میکنیم. آره های اینجا خوبه میخوایم بچه‌ها رو پنگ کنیم. اینجا خیلی خوبه. آره بابا تخت مخت داره با کلاسیه. دادا بیا اینجا. آه میگم حالا بچه آوردیم کجا پهنش کنیم. ببین این صندلی عقب میره، این صندلی میدیم عقب، همینجا خارکسته رو پهن میکنیم میگیریم میگایم. آره صندلی ها رو میخوابونیم خلاصه یه تیزی میذاریم همین گلوش میگیم عمو جون یا میدی یا باید بدی. اون هم میگه که باید میدم دیگه. آره خلاصه یه جور میکنیم بچه رو. الان خودت شروع میکنیم. اول خودت بخواب. بیا بشین میگیرم داخل همین ماشین نقطه جیتو فعال میکنم و کونی. آره بریم. بچه‌م نهایتا پیدا نشد تو که هستی جیگر خودتو میگه. آره نهایتا خودت میکنیم اون وسط دیگه. آره کیر تو دیگه ده. به هر حال یه جوری باید طاقت بندازیم دیگه. آقا مردی که کونی ما خودمون فرو گذاریم کسکش خان. نذار بگیرم بذارم بغل کونت بذارم ها. برو کونی دست پای منو ببندی اینطوره با کیر خفه میکنم. بیا انمی هم زدم کیر منو خورد. بیا خیلی باد میزنی.